شاهراه زندگی پر از پیراهه‌ها میباشد و هر یک انسان در زندگی خود برای خود پیراهه را انتخاب میکند و این پیراهه او را تا کجاها میبرد خود میداند و تقدیر و سرنوشتش. ولی انسان وقتی تا جای میرسد یا که از قدم مانده میشود به قفا مینگرد که چه راهی را طی کرده و چه عذابی تا به اینجا کشیده و البته عذاب او را تنها خودش میداند و آفریدگار او. پیشنهاد لایحه جدید تلویزیونی با نام پیراهه در آن است که ما پیراهه طی کرده یک شخصیت را در زندگی گوییم، تماشا کنیم و از حیات او آگاه باشیم. قهرمان نخستین برنامه ما انسان است پر از ایجاد و آفریده. مردی است که خود را از یک روند تاریخی تا روند دیگر کشیده است. از خود به یادگار فیلم ها باقی گذاشته و در رشد صنعت کینو، تلویزیون و تئاتر سهم گذاشته است. قدرت شریپوف سال 1927 در دهه درغ ناحیه عینی به دنیا آمده است. هنوز سالهای خردسالی قدرت الله همراه اهل عائله به شهر دوشنبه سلیناباد آن وقته کوچیده می آید و ادامه تحصیل را قدرت الله در مکتب اینترنت شهر حصار گرفته است. من در قشلاق درغ صنف 4 تمام کرده بودم. صنف 5 را گذاشتم با سبب‌های زیادی کوچیده استالیناباد آمدیم. در استالیناباد من این کوچه تریت نگارد میگفتن همونجا رقم 40 یک تا هم قشلاقی ما نور محمد پسر میرزای جنبیکه زندگی میکرده است. خانه همون با آمدیم 1 سال قریب 1 سال یک زمستان گذراندیم. بعد از اینجا ما رفتیم چهارباغ. در چهارباغ 1 سال زندگی کردیم. با از برامدیم بالاتر سر کوتل گفتگی قشلاق. سر کوتل به یک چند سال زندگی کردیم. از رفتیم صیاد. اکای کلانی ما از همین صیاد زنگ گرفت. همین سبب کسی ما کوچیده رفتیم صیاد. اونجا با خانه پوشیدیم و خانه نو خانه بشیم. سر سال اکنون مکتب ها سر شده استاده است. ماه اوگوست من اینترنت حصار رفتم خواندم. من از سال 37 37 و 38 و 39 و 40 خواندیم. همونجا آب و لباس و خوراک و همش تامین میکرد. مکتب همونجا درس هم همونجا میخوندیم. قدرت معنای توانایی را دارد، یعنی دولتمند بودن را. ولی در فرهنگ مردم کوهستان همین گونه هست که قدرت به شخصان نام داده می شود که از مادر عاجز به دنیا بیایند، یا که یک چشمشان نابینا باشد، یا که پایشان لنگد، یا که دستشان کوتاه. قدرت شریپوف از مادر با پای دردمند به دنیا می آید و کلانان اولاد به آن خلاصه می آیند تا به او قدرت نام داده باشند. قهرمان ما بعد ختم مکتب اینترنت سالهای 1953-1958 در مسکو تحصیل می کند و بعد آن به وطن بر می گردد. سالهای 1958-1963 در تئاتر دولتی به نام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت می کند. و در قشلاقچه قزاقان یک خیش من اپم زندگی میکرد و در همسایگی آن کس موی سفیدی که وی هم از طرفای قشلاق ما آمده بود، ملا عباس، همون کس زندگی میکردند و به این به خانه
ملا عباس دو آدمی بزرگ می آمد. یکی فرزندشان تقای مراد عباسов که بعد کنسرواتوریا تمام کرد، بعد طول سالیان زیاد در دانشکده هنرهای زیبا در خودمان درس میگفت و دادرزادهشان قدرت شریپov به خانه همون کس می آمدند و آخری اولین ما همون وقت روی داده بود و اون وقت من با چه هوسی به اون کس نگاه می کردم که اون کس اکتور کینو و بعد وقتی که بعد سالیان دراز من هم به صحنه آمدم و به سینما نیز وارد شدم، در همه این قریب در همه اون فیلم هایی که من نقش اجرا کردم البته نشانه استاد قدرت شریپov هست. از همون فیلم سالهای 84 گرفته مقدس محمودov با نام دام برای شغالان که در اونجا آنها قدرت شریپov با کمپیرکشان رول شاهدها را بازی میکردند. یعنی در آن کس در همسایگی همان جایی که جنایت صادر شده است در همان همسایگی زندگی میکردند و در وقت پرسش ما هر دو با هم ششته و صحبت میکردیم. از سال 1963 تا سال 1992 کارمند کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود. در این هنگام او همچون کارمند تکنیکی تلویزیون برای آماده نمودن متخصصان جوان سهم گذاشته است. از تلویزیون آمدن تئاتر بیو من تکلیف کردم، گفتن که تلویزیون به رژیسورها در کار. رژیسور خیلی وظیفه رژیسور این که صحنه چا میمونن، صحنه چا مشق میکنن، رژیسور در کار بیاد همونجا. بعد من خیلی ماهانش زیادتر بود نظر به ماهانه تئاتر. ماهانه این هم سبب است. 24 سال پره ما تلویزیون با کار کردیم. ردکس اخبار هست، ردکس بدیهی هست، ردکس جوانان هست، ردکس بچه ها هست، کودکان. همین خیلی من فقط همین ردکس اخبار با 10 سال پره در همین یک ردکس بعد باقی مانده شد. با 14 سال دیگر دو سه ردکس پروگرام هست. همین ردکس پروگرام ها باقی مانده خبرش ردکس پروگرام. رژیسور نوبتچی 2 روز از کار خالی، روز سوم از ساعت 8 سحر تا ساعت 12 شب کار بود. من همیشه کار کرده آمدیم. در تلویزیون همین تاجیکستان خیلی بسیار کار کردن، هم یاوری کارگردان، هم خودشون کارگردان، هم نمایش های خوب و هم بیشتر ما اون وقتا مثلا صحنه های چایخانه دلکشا داشتیم، بی‌غرض پهن داشتیم، مثلا برای کودکان نمایش های بسیار خوب داشتیم. در همه همین برنامه ها همراه کار میکردیم و یکون بار من ندیدم که مثلا نظر بلندی داشته باشد نسبت بسیار صمیمی، خاکسارانه، بسیار وظیفه خودش به درجه اعلی اجرا میکرد. با اکای قدرت من شناسایم از دوره که کینستودی به کار در آمد، همونجا بیواسطه با او شناس شدیم. سالهای پیش از دوره های 75 76 سالهای همین دوره شوروی همین چیزش کارش سر شد همونجا. در پیشترم با فکرم. دیگه شناسای من همون سالا وقتی که یکم بار در فیلم کارگردان معروف عبدالسلام رحیموف و یک رژیسور دیگر اوسوف از لنینگراد یک فیلم با نام
вохӯриҳои кӯтоҳ дар ҷанги дарозмуддат аз рӯи асари сценарии Мирсаид Миршакар ба навор гирифтем, ҳамонҷо шиносоӣ пайдо кардам. Онҷо ҳамин акаи Қудрат як чиз дошт, як чеҳраи киноӣ дошт, симои киноӣ дошт. махсусан агар риш мечаспонданд, як чизи хоси тоҷикӣ дошт. як калория мегӯянд, як рангу чизи ҳамин тоҷикӣ дошт хусусият. баъд вай нақшҳои калон бозӣ намекард, нақшҳои хурд, лекин дар бисёр филмҳо дар ҳамун киностудияи Тоҷикфилм иштирок кардагӣ буд. махсусан ман инам ду филме ки се филме ки банд будам, бо ҳамин акаи Қудрат шиносоӣ хело суҳбатҳо мекардем, хело нақлҳо суҳбатҳо мекардем. дар ин миён ҳамкории ӯ бо коргардони машҳури кино Кимёгаров оғоз меёбад ва дар беш аз 20-25 филмҳои бузургу хурд нақш офаридааст. ӯ аксар ҳангом нақшҳои хурдро иҷро мекард ва дар филмҳои бузург ёрдамчии коргардон буд. киностудияи Тоҷикистон ба Тоҳир Собиров гуфтагӣ режиссёр буд. Кимёгаров буд. хай бо ду-се та дигар 4-5 та режиссёрҳое буданд ки ман онҳо кати ҳамкорӣ накардам. фақат ман Тоҳир Собиров кати кор кардем. филми аввалине ки бировардем, Кимёгаров режиссёр, рӯзакӣ буд. рӯзакӣ сёмка карда тамом кардему баъд мо дигар редаксияҳо гузаштам. ба дар кинофестивали умумии ҷаҳонӣ кинои рӯзакӣ мукофоти табари тиллогӣ гирифт. Золотои тафор. ҳозир ҳам ҳамон даромади киностудия ба ҳамон ҳастоди ҳамон сохтагӣ, выставка сохтагӣ ҳамон ҳаст. филми рӯзакия Кимёгаров гирифт ва рӯзҳои манаҳим ба навор гирифтан, сёмка шудан қалъаи Ҳисорба. қалъаи Ҳисорба ҳам беруни қалъа, ҳам даруни қалъа ба ҳам назди чашмасорҳо ба ҳамонҷо. Кимёгаров ба артистон бисёр аҳамияти зур медод. артистоне ки даъват мекард, ҷойҳои беҳтарин ролҳоя тақсим карда медод. худаш бисёр меҳнат мекард. худи Кимёгаров ҳамчун режиссёр бисёр меҳнат мекард. репетитсияҳо ба бисёр аҳамият медод. вақте репетитсия кардан ба артистҳо тайёр мекарду, баъд мегуфт ки акнун будим снимать. جامم گرم دیه شاید این جوان به من لوحه کشی فرماید. به حق خدا نگویید. التماس дар филмҳои дигар ҳам аз ҷумла дарди ишқ, дар он ҷо ҳам мо якҷоя дар иҷрои нақш, ҳатто ман ёдам ҳаст як намоишномаи Фарҳод Абдуллоев гирифт, дафни гургона. ин кори дипломии вай буд, Фарҳод Абдуллоев, ва мо онро дар ноҳияи айнӣ гирифтем. ҳамин чия ва онҷа писарчаи ман нақши асосӣ бозӣ мекард ва кӯдакаке ки синфи як меравад. ин писарчаи ман то ин вақт аллакай дар телевизион як чизи Нодар Думбадзия бозӣ карда будем ва дар тамоми байни мардуми Тоҷикистон ҳамин вай паҳн шуда буд.
من او را به گوریه میبرم و از پایش به شاخ چینار میآویزم. همون پسرچه من که امروز خودش کارگری کینو است، امروز خودش رئیسور تمام کرده است، آمده از فیلم ها میگیرد. دروغ تهمت. مردم گندم را من ندزدیدم. وای خودش. کی وای؟ کی گندم را دزدید؟ تهمت چی؟ باور نکنید، این کاری خودی منصور و سلیم. آنها به خری بابای کمال گندم بار کرده، آن را به سوی قشلاق هی کردند. فیلم های بزرگ قسمت شاعر، مرگ سودخور، داستان های شاهنامه، درد عشق و ده های دیگر را میتوان نامبر کرد که در فوند طلایی کینوی تاجیک روی خط شدند. و البته در این گونه فیلم های بزرگ شرکت ورزیدن و نقش آفریدن نه به همه هنرمند دست میدهد. قسمت نصیب گردیده تا قدرت شریپوف میان بزرگترین کینوبرداران زمان خود جا بیابد، آنجا نشیند، آنجا نقش آفرد. و روزگار او پیراهای انتخاب کرده او همین گونه بوده است که او را از یک خمگشت تا به خمگشت دیگر برده و روزگار او فیلمی را میماند که از یک صحنه به صحنه دیگر میگذرد. در کینو همین تیپاژ میگویند، یک آدم تیپاژ. این رنگی بعضی یک اکتوری است که ارمنی مکرتچان است که یک میگن تیپاژ. یک چهره دارد که همون چهره خاص برای ملت ما، برای ما استفاده میبردن. مخصوصا وقتهای سالهای آخر قریب در تمام فیلم های تاجیک فیلم و اپیزود باشد، نقش خورد باشد بازی میکرد. آخران کاری که من با قدرت یک جای وای کردم، این فیلم استاد طاهر صابروف با نام اشک و شمشیر بود. همونجا بازی میکرد، در قشلاق مغمرود بود. همونجا فینال همون صحنه که واسه را به دار میکشند. پلان اولش در بخارا ما به نوار گرفتیم، در فون امیر بخارا، در همون قصر کلان، قلعه کلان. عبرت نشه، همون عکسش هم مردم که بها میدن، همون دور از اونجا آوردیم، در مغمرود دور ساختند و همونجا در حضور مردمان زیاد، قریب 300 نفر همونجا با دور میکشن. همونجا با همین ابیکت بود، همین اپیزود بود. همونجا با که قدرت من با یک نازیم، یک با نام کی بود وای؟ تولد نامش فراموش کردم، تولد بودم خیلی. اینا هم در حبسخانه بودن، اینا هم حکم قتل وای کردگی. همونجا پیش از قتل اینا نماز میخوانند. همین با راهبری همین اگه قدرت پیش و ما از پشتش، اگه همچون اسیران محکوم شدگان، همونجا وقتی که نماز میخوانند، بعد نماز اینا به دار میکشند و میکنند. همین لحظه وای قتید گرد و وقتهای آخر بعد ریش خودش ماند، بسیار ریش میچسباندن، شیرش قطی، کلی قطی. بعد گفتن که اگه قدرت تو ریشت ماند، دایم نداراش، هم ریشش دایم در کار میشد. هر وقتی که چیزی در کار شد، در فیلم های خارجی هم اگر می آمد، از موس فیلم می آمد، از لین فیلم آمدن، همین رول نقش موسفی در کار بود. همین چیز نشان دادی و تلفن و میدادن و میافتن. Пожалуйста, угощайтесь. Берите. Угощайтесь. Садись, спасибо. من در کینوی رودکی اساساً اسیستنت رئیسور، یاردمچی رئیسور بودم. من همون بسیار ارتیستانی که دعوت می شدن، من دعوت میکردم، ارتیستا اختیاری من بود. من سرداری همون ارتیستا من بودم. کدامش گوجه با تقسیم کردن و داد. انا کیمیاگر میفرمود که بچه شما من اون تو کنید.
ملایم به تمکین گپای نه هست کسی بسیار رئیسیارهایی هست که عصبی کار پیش نمیرد. وقتی که شما ملایم همچون همصحبت همچون دوست گپ میزنید میفهمونید کارتون پیش میرد. عاقبت همین که کنیاگر است، همین کنایه تاجیکستان در تمام آسیا برده نشان داده تماشا کرده تبر تداگیه گرفته آورد. کار و فعالیت این مرد هنر در دل اکثر کارمندان کینو و تلویزیون جا گشته. این است که هنرمندان با حسرت از آن روزگار یاد میکنند و نام این مرد را با احترام میگیرند. باید اظهار داشت که سالهای 60 سالهای مشکل ترین تلویزیون تاجیک به حساب میرفت و آن روزگار متخصصان وطنی در کمیته انگشت شمار بودند و میان متخصصان روز جای پیدا نمودن بسیار مشکل بود. هنرپیشه ها بسیار وقت دعوت میکردند از دیگر جای ها. اون وقت می خیلی یک به شکلی چی گویم یک مود برآمدگی بود. یک گروه برآمده بودند هنرپیشه ها که گروه سفری کینو، یعنی که همین که فهمیدند که در کیم کجا فیلم گرفته ایستادند، مثلا از ازبکستان همین خیلی از همه جمهوری ها بودند همین خیلی آدمایی و خودشان به همونجا می رفتند، خودشان با پول خودشان همونجا می رفتند و یگان از کاستینگ هایی که اون وقت خیلی چی بود از کاستینگ ها می گذاشتن و چی کار میکردن و قدرت اکا به این حساب نمی در آمدن. اون کس درختی هستند که از بچگیشان در خودمان شنانده شده است از نهال بودنشان و از همینجا درختی کلان شده بود و به این روز رسیدند. در حقیقت بسیار وقت کینو دراماتورگ ها را دعوت میکردند که نه همه آنها از خصلت های تاجیکی با خبرند. هنرپیشه ها دعوت کرده میشد. حتی اگر بعضا نگاه میکنم فیلم های همون زمانه البته فیلم های خوبند، لیکن حاجت نبود که مثلا فلان اکتیور از کجا دعوت کرده بیاریم، همون نقشه در همینجا خیلی خوب از خودمان هم اجرا کرده می توانستند. وظیفه اسیستنتی بسیار وظیفه سرجانجال. بعضی حقارت میکنی، بعضی گپ خوب میگی، بعضی همین اسیستنت رئیسور کاری رئیسور اساسا اسیستنت میکند. کادر تیار میکنه، ادبسات تیار دعوت میکنه کی کدام رول به کجا با کی دعوت میکند، مشق ها میگذراند. وظیفه اسیستنت رئیسور همین است. نقش اصلا برای هنرپیشه کلانی و میدگی ندارد. بسیاری هایی هستند که نقش های بزرگ بازی کردند و به خاطر هیچ کس نماندند، لیکن هر یک نقشی که قدرتک بازی کردند او خاطرمان است، از خاطر آدم نمی رود. اما کسی که باشد می داند که انا همیشه قدرت شریف انا همیشه چندان صحنه کلان نه، لیکن خیلی خوشروی بازی کردگیان هر یک صحنه ای که بازی کردند و همیشه با همین چیز زنده بودند و امروز هزار بار شکر که امروز در قید حیاتند و البته بعد اینکه البته من باز به خانه‌شون رفته خبر میگیرم و من هر وقتی که به کین استودیو می در آمدم همین که در تگ تاک می دیدم که قدرت شریف شستن می دانستم که اینجا آبودی هست و خیلی آدمی زنده دل و به صنعت دل داده بودن، خصوصا به صنعت کینو. دویم غم میخوردن مثلا اگر روزی کاری وای باشد در همون میدانچه بناورگیری و میدانچه‌ای که آماده کردند، البته میگفتند که
و بچه ها تعلیم میدادن که مثلا از کجا چراغ ماندن در گروه، از کجا وای ماندن. من در کدام فیلم کجا با وی کردگی بودم از اینجا بهتر میبراید. من از روی تجربه خودم میدونم. عموما همین یک چی استادی در قلبشون هست، در همین درونشون. اون کس اساسا من بارها میگفتم که قدرتک اگر همین شما معلم می بوده یک اونجا با خدا که هم معلمی تمام عنوان‌های هم میگرفتید و با اردن لنین هم شما به میدادن. چون که در خودی وجودشان بود اون تربیت، هر یک قدمشان گویا که تربیت بود. اون کس اون چیزی که در تجربه دیدن میدونن. آچش خیز خانه میرنی، تیره مار شده است، بین باران میبارد، خنک میخوری. خنک میخورم. شاهبازهای من، فردوس، نادیر، اکرم جان، مگر در جای گرمند؟ یک روی نکنو خیز خانه میروی. هیچ جا نمیروم. از همینجا گسیل کردم، در همینجا رهش را میپایم. خواب دیدم می آید، سرم می آید. مشرف اپکسی، خدا رحمتی مشرف اپکسی، من دو فیلم بس که کرده. یک تاش بریگادیر نام دارد، بریگادیر. دویمش در دیش. اساساً شمکه ها کلاه باشدگی، منظره های نقض و قشلاق های ده درازه گفتگی قشلاق دارد. همون کلاه با خودش بالای تیپه با خیلی تیپه من همیشه بلندی و این طرفش چکور اون طرفش هم چکور. همین بالای همین به همین قطاری همین به خانه ها ساختگی همین به زندگی میکنن. یک چشم آب کتی، همین یک چشمه آب میبیاد و خیلی اونجا تقاره کرده دیوار کرده تقاره های چوبین. گاو مالم آب بخوره اونجا نیکه اشره آب خانه میبرده اشره میگیرید. سلام علیکم رئیس. شین رفیق قاطب سکه همان سمالیات ما چی شد؟ عبودی نکن الله اکبر. رحمت از نام مردم گلاب به عالمان انجینیران سلام گرم و جوشان رسانید. رحمت اکا، رحمت. شنیدی بابای کمال؟ قنات‌های سمالیات علکه تیار. کاش که همان سمالیات را بر وقت‌تر می ساختند. آخر مردم گلاب تمام داراییشان را برای آن صرف کردند. اما با قدر این میرسد. و پارتی و خلق سویتی ما باور نداری. در بین مردم تخم شبهه کاشتنی. هوشیار باش کمال. باز سرت برباد نرود. دوباره اینها را کوفته گشتند. میپرانند. تو مرا نترسون رئیس. من به پارتی و حکومتمان باور دارم. بی سبب از کسی شبهه نمی کنم. وقتی که برایان می رفتی هیچ چیز گم نکردی؟ ما همراه در دو فیلم نقش آفریدیم، همکاری کردیم. فیلم آخرینمان نشان زندگی و فیلم پیشتره که همراه کار کردیم درد عشق نام دارد. در هر دو فیلم هم بسیار نقشای خوب آفریدن اون کس. چی دارن؟ چی چیزی جالب دارن قدرت شریفی؟ بسیار طبیعی هم و بسیار صمیمی هم که این چیزا در بیشتر اکتورهای امروزه دیده نمی شود. یعنی که بازی ندارد و بازی نمی کند.
وای در حقیقت باور میکنه که زندگی کرده ایستاده است. بعد میدونید وقتی که همین حقیقت حال، حقیقت obraz، حقیقت زندگی میبینید خود پارتنر هم زنده میشود، جالب بازی میکند. برای همین موفقیت اساسی قدرت شریف در همین طبیعی بودن، بسیار عادی، صمیمی، بسیار همین چیزی که در حقیقت بسیار اکتورها باید همین چیز بینند و آموزند چقدر همین انسان نقش می آفرد. نقشای خوردم دارن، من دیدگی نقشای خوردشون همین کسان. لیکن من دو تا نقشی که ما همراه کار کردیم این در خاطر من بسیار خوب مانده است و از هم اساسش است بسیار رفیق خوب هستند، همسفر خوب هستند. همه وقت مثلا وقتی که در یک جا صبحونه میخستیم از حتما حال پرسی چی کنی چی کار میکنیم و بیشتر غم موی میخوردن در وقتی مثلا به نوارگیری وقت آمادگی خیلی آمادگی میکردیم، کار میکردیم و همه وقت آن صحنه‌ای که ما باید پیشکی باید به نوار میگرفتیم و پیشکی ما کار میکردیم. میگفت بیاد تقوی مرو جان همین صحنه یک برکت هر دویمون بینیم، بیا این خیل کنیم و مصلحت‌های خوب هم میداد. من بسیار منتظرم که مثال در زندگی با همین خیل یک شخص خیلی خوب، شخص خیلی مهربان، خیلی عادی، صمیمی با خوردم همراه کار کردم و گمان میکنم که این کاری که ما کردیم این میماند، اثرهای اثر میماند برای نسل آینده و بگذار نسل آینده بینن این چیزهای فراموش نکنن، آموزن، فهمن و برای خودشون یک چیز گیرن از این چیز. Как вам удалось перехитрить Мухтара, старого шайтана? Мне? Да. Нет, это все он. عموما از حیات استاد قدرت شریپوف خیلی باخبرم از دشواری هایی که به سر آن کس آمده است. اون کس پیش از همه ایجادکارند و تمام عمر تا حال در سن 90 سالگی اگر گویم که شینی اگر همراهشان کمک صحبت کنید در حال میگذرند باز به همون کاری صنعت و باز به همون کاری و انا خیلی در این بین چند سالی بیکاری داشتند و در تئاتر لاهوتی یعنی که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی می نشستند، همون وقتیار میگویند یا همون کسی که و بسیار خرسند بودند از این کارشان که هر روز اکتیورها هم میبینند، هر روز با آنها هم صحبت میشند، هر روز خیلی سالهای زیادی اونجا کار کردند تا آندمی که بعد نفقه خودشان علاقه نفقه بودند تا آندمی که قدرتشان میرسید کار میکردند میرفتند. حالی هم گاه بعضا وا میخوردم تا همین که هر دیگرشان در راه و عموما این آدم برای کینوی تاجیک، برای سینمای تاجیک کاری زیادی کردند. بسیار کسا می بیاین امک همین اپیزود یا که من همین رول من این بازی کرده بسیار رول ها میده شده یک رول های میده و اپیزود میگویم بسیار اپیزود ها بازی کرده من مستر اپیزودش میگفتم. در زندگی اهل قلم برای اونه که چیزی بنویسند قصه ها را جمع میکنند، روزگاران را به هم پیوست می نمایند و به آنها باز رنگ و بار می دهند، یعنی که مبالغه ها ضم میکنند. قهرمان ما قدرت شریف در زندگی خیش یک کتاب انشا نموده با نام سرنوشت و هر آن چیزی را که در زندگی دیده اینجا جا داده. از هنگامی که
аз деҳа убур карда тариқи ағбаи яғноб дар тӯли як ҳафта пиёда то ба душанбе меояд. чӣ гуна ба мактаб интернати шаҳри ҳисор роҳ меёбад, чӣ гуна ба маскав меравад, бо кӣ мешинад, бо кӣ мехизад, дар кадом филмҳо нақш офаридааст, ҳамаи онро дар анамин китоби сарнавишт навишта, ки аз ӯ нишон мемонад. در دنیا چنان زندگی کنید که شما در یاد مردم مانید.